خیلی جای بیناموسی و خیلی جای بی‌غیرتی و بی‌همتی و ناآدمی است که انسان بگه که من نماز نمیخوانم. این بینمازی از همه پسترین حالت است برای انسان. برادری عزیز، نخواه که انسان بگه که من نماز نمیخوانم. نماز نمیخوانم معناش اینه که من خدا را گوش نمیکنم، اطاعت خدا ندارم. خدا میگه سجدم که سجدش نمیکنم. برای دنیا، برای شهوت، برای نفس، برای شیطان روز تا بگه میده اما برای خدا نمیکنم. بینمازی خیلی کاری پست است. لا سهم فی الاسلام من لا صلات له. جناب پیامبر گفتند در اسلام یگان حقوق، قدر، حرمت یگان حصه در اسلام نداره انسانی که نماز نمیخونه. تماما حرمت و عزت نداره در اسلام. به اندازه یک خس قدر نداره در شریعت انسانی که نماز نمیخونه. گلی که بو ندارد به او چمن حیف است، سری که سجده ندارد به او کفن حیف است. برای انسان بینماز هم کفن حیف است. چمن جنت برای بینماز حیف.